وجه اشتراک، یه کد میخوام بهتون بدم عالی فوق‌العاده، وجه اشتراک تمامی عرفان‌های نوظهور تناسخ. اگر میبینید مرداک یهودی میاد فارسیگان درست میکنه، سریال میسازه سفری دیگر، یارو روح برگشته در حال نیست. چرا؟ چون بعد از مرگ من چطور باید توجیه بکنم؟ از اون طرف به دنیای اعتقاد دارم، از این طرف اگه اعتقاد داشته باشم که پدرم در اومده با این گناهانی که انجام دادم، چی کار میکنم؟ میگم روح شما قبض و بسط نمیشه توی عالم محشر. کجا؟ در عالم برزخ دوباره باز میگرده. شما میبینید در مصر باستان سوسک ساکرب یا سوسک سرگینی میشه نماد تناسخ. جریان چی بود؟ برمی‌داشتن این مردشون رو قبر میکردن، دفن میکردن، بعد از چند وقت دیدن بر اثر تجزیه شدن سوسک و دک و جونه برای بقول بغل قبر میزدن. میگفت مثلا روح پدرم در عالم سوسک دوباره برگشته، میشه نماد تناسخ. عیناً این مسئله با وجود سابقه 4000 سال همین الان تو بعضی از عرفان‌های وجود که صلاح نیست اسم ببریم در این جمع، عیناً داره بیان میشه. این وجه اشتراک نگاه بکنید. حضرت زرتشت‌نامی در ایران به چی میرسه؟ اولین کاری که میکنه چیه؟ بازداری ایرانیان از پرستش دیوها. جامعه شناسان میگن دیوها خدایان قبلی آریایی ها بودن. زرتشت چون دین جدید آورد گفت دین من خوبه، همه خداها میشن چی؟ مظهر شیطان و بعد. پس ما میبینیم ما هم دیو داشتیم، هم اهورا داشتیم. اما جان ناس جالب تر تحقیق کرده. تاریخ جامعه ادیان صفحه 306. زرتشت به صراحه اعلام فرمود که این دیوها، خوب گوش بکنید ببینید چقدر با قرآن ما شباهت داره. این دیوها همه ارواح شریر و زیانکارند که با ارواح نیک و روانهای خیر و نیکوکار در ستیز و آویز می باشند. آنها پدر دروغ و فریبنده نهادهای پاک می باشند و مصدر شر و بدی و زشتکاری اند و آدمیان را از پرستش اهورا باز می دارند. عین آیه قرآن ما و شیطان اشاره میکنه. پس افرادی با اجنه و شیاطین در ارتباطه. آنچه در باستان بسیاری از این خدایانی که در باستان پرستیده می شده، قابل توجه جامعه شناسان عزیز ما که همه چی رو از نگاه پایین دارن تحلیل میکنن و نگاه اومانیستی و سکولاریستی اصلا پرستش جن بوده. شما یک خدا داری در هندوستان به اسم ناگا، یک خدا داری در میان رودان به اسم ناگال. هر دو بندگان رو به همجنس بازی دعوت میکردن. خدای ایشتار یا ایشتر در بین النهرین به چه دعوت کرده؟ حمورابی که همه میشناسن، میدونید یک ستونی هم داره مثل ستون مرغ بشر کوچیک ستون قوانین داره، کی اونجا چرا داره میگه در بیداری که با خدا داشتم خدا به من دست داد؟ چه جور خدایی بوده؟ پس ارتباط با شیاطین و اجنه بیس کابالاست. این میشه که تئودور ریناچ، سلیمان ریناخ و غیره همه میان وقتی یهودی طرفی که دارم عرض میکنم خدمتتون میاد بررسی میکنه چی میگه؟ میگه کابالا سمی که در رگ‌های یهودیت و هیچگاه یهود امکانش وجود و تا به امروز میبینید این جبهه‌ای که شکل میگیره صهیونیسم دقیقاً پیرو همون اولیه سامانه. انگار طرف رو برف راه رفته قد و پا گذاشته یکی برای اینکه جا پای اون خراب بیشتر برفو خراب نکنه چیکار میکنه؟ جا پای اون یکی میذاره. معنای مشایعت دقیقاً اون رو مشایعت کرد. آیه قرآن هم نگاه بکنید هر جا صحبت از یهودی میگه الا قلیلا حکم واسهشون صادر میکنه، آخر میگه به غیر از عده کمی که اینها رو قبول. خب این تاریخچه اینهاست. ماجرا پیش میره. هر پیامبری در بین اینها مبعوث میشه، اگر باب میل اینها رفتار کرد که کرد، نکرد چیه؟ اینا کشندگان پیامبرانن. حضرت مسیح اینا رو چطور خطاب قرار میده؟ ای فرزندان مارهای افعی، ای فرزندان کشندگان پیامبران. آیه قرآن داریم در مورد قتل پیامبران به یهود داره نسبت میده.
دو تا پیامبر ویژگی خاص دارن. تمام اینا تأکید میکنم قابلیت بحث داره، باید باز بشه. همین برهه‌ای که اینا با پیامبرا چیکار کردن میشه 2 جلسه صحبت کرد با. اونم فقط بر مبنای قرآن ها، بیرون هم نمیخواد، نگاه بیرون از قرآن نمیخواد بهش داشته باشی. 2 تا پیامبر ویژگی خاص دارن. اولی حضرت مسیح علیه آلاف التحیات و ثنا، و دومی حضرت محمد صلی الله علیه و خب یک اتفاق در مصر باستان افتاده، قرآن هم صراحتاً رو مطرح میکنه. این چیه؟ میگه قبل از به دنیا آمدن موسی فرعونیان چی؟ با خبر بودن که کودکی میخواد. این از کجا خبر دارن؟ این از کجا آینده رو میتونن بگن؟ الا اینه که آیه قرآنی که اینا میومدن استراق سم میکردن در حوزه ملائک، در باب بعثت یا به دنیا آمدن حضرت مسیح تا درب 4 آسمان به اینها بسته میشه. با بعثت رسول الله و اصلا خدا یه دیوار بتونی، دیوار حائل میکشه دیگه، برید سراغ کارتون. و همون بره هم خدا تأکید داره اون مسائل رو که من نخوام شما نمیتوانید بفهمید. همین سوره سبا آیه 14شه میگه وقتی سلیمان رحلت کرد دستش رو تکیه داده بر کجا؟ بر عصای خودش، درسته؟ یه موریانه میاد اینو میخوره، 1 سال طول میکشه. خلاصه ماجراش میده. تو این برهه 1 ساله این اجنه و بزرگان شیاطین دارن چیکار میکنن؟ بر حضرت سلیمان حمالی میکنن، بردگی میکنن. خدا در ادامه همین آیه، در انتهای آیه میگه اگه شما میدونستید، به غیب آگاه بودید، بی خود 1 سال حمالی و عملگی